کتابی که در دست من است و من خواندم به نام، عنوان پشتو داره، به نام روستای ولسمشر. دو گفته میشه که دو شب جنرالای پاکستانی آمده بودن به ارگ، البته با وسیله هلیکوپتر در میدان هوایی آمدن به ارگ ریاست جمهوری. دمو وقت دمو شو که نامایشان امیدگل است، جنرال امیدگل، نصرالله بابر و اسلم بیگ، و بعد از او پشت دکتر نجیب الله نفر روان میکنن به ملل متحد و اونا رو میگه که رهبرهای ما آمده شما رو میخواه ببینی. اون برش به جوابش میگه که من در اینجا یک پناهنده هستم، بدون اجازه ملل متحد یا سازمان ملل متحد من نمیتونم از اینجا بیرون برایم. با تهدید او را از چی میکشن، از ملل متحد، و با خود میبرن. درست؟ اینی کتاب آقای توخیست که نوشته شده، ما ایره خواندیم و در این کتاب همی گپ ذکر شده و گفته شده با صراحت که دو شو اینا آمدن و دکتر نجیب الله رو بردن. بعدن باز زمانی که برخوردهای جسمی یا فیزیکی با دکتر نجیب الله رخ داده و تصادفاً یا به هر شکلی که بوده به دست دکتر نجیب الله کدام تفنگچه از کدام محافظه از امی افراد که آمده بودن رسیده و اون فایر کرده و برادرزاده یا خوارزاده اسلم بیگ شده، به خاطر خونبه های از او برادر دیگه مرا بردن و کشتن. و از دکتر نجیب الله مشخص خواسته شده بود که کدام ورقی که امیدگل پیش روش گذاشته بود که باید او رو امضا بکنه و او رو امضا نکرده و گذشته از او محل اختفای ثروت تاریخی افغانستان که از زمان یونان باختری بود و او در گوسندوق‌های افغانستان بانک یافت شد پسان و او رو پنهان کرده بود که چور نشه. او رو از پیش خواسته بودن و او گفته بود که ما خزانه‌دار نبودیم و نمیفهم که ثروت ها در کجا هستند. انکار کرده بود، نشان نداده بود. این دو مسئله باعث مرگش شده که امضا نکردن امو ورقی که به نام قرارداد یا اگریمنت دیورند باز به شکل دیگه پاکستانی ها تهیه کرده بود و نوشته کرده بود و پیش گذاشته بود. البته این گپا را در کتاب روستای ولسمشر گفته میشه، نوشته شده که به حواله مامورین سازمان استخباراتی آیسای پاکستان کتاب نوشته شده که اونا خودشان میگه که ما سناریو رو چطور ترتیب کرده بودیم و از چندین سال سر از این کار میکردیم و از کدام علاقات پیش آمده بودیم و چندین حلقه را ما موظف ساخته بودیم که تا ایره در ملل متحد نگاه بکنیم که بیرون نبرایه، از پیش ما نبرایه یا از کشور بیرون. از او خاطر ما از این فرصتی که در ملل متحد به دست ما آمد بالاخره به هدف خود رسیدیم و او را از بین بردیم. طالب که میگه ما نکشتیم دلیلشی نیست. اون پاکستانیا کشته به خاطر از اینکه دکتر نجیب الله خصومت پایان ناپذیر با پاکستان